سلام دوستان، روزتون بخیر. اومدیم چند تا فیلم اتاق فرار بهتون معرفی کنیم که اگه ندیدی عمرت به فناست. خب دوستان، بریم سراغ اولین فیلم که خود فیلم اتاق فراره که سال 2019 قسمت اول و قسمت دوم سال 2021 تولید و اکران شده. بکن برات یه نامه ای میاد، پیشنهاد بازی میده، میگه باید این بازی ها رو انجام بدی و چندین میلیون دلار برنده بشی. آقا تو میری یا به اون مکانی که آدرس داده شده، همه جمعه سخن میگی، گفتگو میکنی، چرت و پرت میگی. یکی از رفیقات عوض سیگار میکنه، میخواد بره بیرون، سیگار میکشه که مینه در کیک. اون وقته که میفهمی تو یه اتاق فراری و خیلی هم هیجان زده میشی، ولی دیگه نمیدونی عمرت به فناست. خب آقا، اینا میان چیکار میکنن؟ دنبال راه حل میگردن تا از این معمسه چیشیه فرار کنن. اون وقته که اتاق بیش از حد گرم میشه، اینا میفهمن که اتاق فرار واقعیه و قرار عمرشونو نابود کنن. آقا اینا راه حل رو پیدا میکنن و میان بیرون و فلان و انقدر بازی میکنن، انقدر بازی سراغشون میاد که بمیرن تا فقط یک نفر جون سالم به در میبره و از این بازی ها نجات پیدا میکنه. آقا هر کی این فیلم رو ندید عمرش به فناست. این فیلم واقعا ارزش دیدن داره. 91% هم قبولی داشت تو گوگل. خیلی فیلم جذاب و میزانه. خب دیگه بریم آقا فیلم دومی. فیلم دومی دیگه همه دیدین، فیلم اره. هر کی هم ندید واقعا خسخوله، که از سال 2004 تا سال 2023 تولید اکران شده. دارای 10 قسمته. مردی به نام جیکسا که خیلی عدالتجوه، آدمایی که عدالت رو زیر پا میذارن و هیچ بلایی سرشون نمیاد و دولت باشون کار نداره رو میگیره، شکنجه میکنه و چند تا بازی براشون انجام میده و فلان و اینا. اگه بتونن تو بازی جون سالم به در ببرن هیچ، اگه نتونن کشته میشن و خیلی دردناک کشته میشن دیگه. فیلم واقعا ببینید دیگه. هر کی ندید واقعا اصلا فیلم باز نیست، یه نوع بچه ساله. خب دیگه کم کم بریم سراغ فیلم سوم. فیلم بازی هشتگانه که کپی فیلم بازی مرکبه. این فیلم سال 2022 تولید و اکران شده. فکر کن عاشق یه یوتیوبری هستی، طرفدارش هستی، یوتیوبری ویدیو میذاره، میگه آقا بیام به فلان جا بازی کنید برنده پول بشید. آقا این طرفدارای کسخلش میان ولی دیگه نمیدونن عمرشون به فناست. آقا اینا اولین بازی هم انجام میدن و فلان و اینا. ناگهان سرکله روبا پیدا میشه، روبا مکار. اونجاست که بازی رو میبازی تکون میخوری که روبا با یک چکش میزنه میکشه، اون یکی فرار میکنه، اونم فرار میکنه و سلام نامه تمام. آقا این بازی خیلی این فیلم واقعا 8 بازی گنگ داره. اصلا بازیاش بی‌نظیره. همه بازی‌ها هم فکر کنم بچه بودین کردین دیگه. لیلی و قایم باشک و ماشک و موشک و همین چرت و پرتا. آقا این فیلم هم ببینید، واقعا ارزش دیدن داره. این فیلمایی که من دارم میگم همه سینماییه و تولید آمریکاست. متاسفانه تولید ایران نیست. ایرانی خندان باش دیگه. آقا ما کم کم باید بریم سراغ فیلم فکر کنم میشه چهارم. فیلم چهارم هم فیلم واقعا گنگه. بذار تیترش تموم بشه میرم سراغش. بدن تیترشو ببینین، حال کنین، لذت ببرین از این تیترایی که براتون میذارم. کیفیت هلو ها، یعنی هلو. آقا به این فیلم چهارم، فیلم تسخیر. فیلم تسخیر خیلی فیلم جنگی و گنگه. فکر کن با دوستات میری توی شب هالووین، میری اتاق فرار، دلقک زاده میاد جلوت، یک کلید برات در میاره، گوشی موشی تو میگیره و میری داخل اتاق. دلقک میاد سراغ تو، خندانی ولی دیگه نمیدونی قرار کابوس زندگیت بشه. اینجایی که چندین آدم میان سراغت. اولی یکی رو میکشن، خب اینا جدی نمیگیرن. یکی از دختراشون خیلی جدی میگیره ولی بقیه جدی نمیگیرن. اینطوریه که آقا انقدر چی میشه، انقدر آدم میاد سراغشون، اینا رو همه رو میکشن، فقط یک نفرشون زنده میمونه، اونم یه دختری که 1000 تا بلا سرش میاد.
آقا این فیلم هم خیلی فیلم گنگیه. من خودم به شخص این فیلم رو بالای 10 بار دیدم. آقا جان مادرتون هر کی دوست دارین ببینین دیگه، یعنی اینطوری دارم قسمتون میدم، چون نبینین دیگه عمرتون این بد بفرماست. آقا پیج ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگوله رو خواستید بزنید، در کی زد دمش کم، هر کی نزد شرش کم. خب دوستان ویدیو خوبی به نظرم بود، دمتون گرم، روزتون خوش.